یه زمان دیگه ای شما میگی نه من میخوام بلند مدت کار کنم و بلند مدت بازه زمانی 1 الی 5 سال است بچه. خب وقتی شما میخوای کوتاه مدت کار بکنی، این که مثلا شرکت کباف در طی 1 سال چقدر سود میسازه آیا برای شما اهمیت داره؟ قطعا نه. چون برای شما اینه که اهمیت نداره از این بابت که شما میگی آقا من این شرکت این سهم رو میخوام بخرم، 2 هفته دیگه 1 ماه دیگه میخوام بفروشم. چه اتفاقی تو کباف میخواد بیفته به من ربطی نداره. مدیر عاملش میخواد چجوری عملکرد داشته باشه به من ربطی نداره. من میخوام در ناحیه 1000 تومان سهم رو بخرم، در ناحیه 3000 تومان سهم رو بفروشم. هدف گذاریم اینه. اصلا کاری به این که این سهم بنیادش چیه، عملکردش چیه، شرکت خوبیه یا شرکت بدیه فعلا نداره. ولی یکی میگه من سرمایه گذاری بلند مدت میخوام انجام بدم، میخوام 5 سال سهام شرکت مثلا کباف رو بخرم، سهام شرکت پترول رو بخرم، خودرو رو بخرم. وقتی داریم در رابطه با همچین موضوعاتی صحبت میکنیم، عملکردهای کوتاه مدت و بلند مدت صحبت میکنیم، 2 سبک تحلیلی به وجود میاد. سبک کوتاه مدت تحلیلی یا اصطلاحاً بهش میگن تحلیل تکنیکال. بچه تحلیل تکنیکال برای کسایی که بخوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت انجام بدن. تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های بلند مدت که شرکت در ذاتش خوب باشه. بر حسب تجربه‌ام خدمتتون دارم عرض میکنم، تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی به مراتب سودش در بازه زمانی 3 ساله بیشتر از تحلیل تکنیکاله. چیزی که من میخوام به شما یاد بدم این وسطه، میخوام اینجا یاد بگیریم. یعنی چی؟ میخوام شما یک شرکت خوب رو در نقطه مناسب خرید بکنید که چی بشه؟ که هم از این سود منفعت ببری هم از این سود منفعت ببری. اگر بتونی شرکت مناسب رو در نقطه مناسب خرید بکنی، هم تکنیکالی سود کردی هم فاندامنتالی سود کردی، سودت مضاعف میشه. اون چیزی که قراره با هم دیگه تو این کلاس یاد بگیریم اینه. خب این بچه ها جلسه اولمون جلسه معرفی و به قول معروف کلیت این بود که داستانمون اصلا چه قراره. ما از جلسات آینده وارد مباحث تکنیکال میشیم. توی مباحث تکنیکال لازم نرم افزار رو با هم دیگه بشناسیم. نرم افزار رو خدمت آقای هاشمی فرستادم براتون تو گروه میذارم. لطفاً این نرم افزار رو نصب بکنین. تو گروه سوالی داشتین بفرمایید که اگه توی نصبش به مشکل خوردین که بتونین از این نرم افزار استفاده بکنین. ما دنبال نقطه ورود و خروج هستیم. نقطه ورود و خروجمون صرفاً سهام هم نیست. عرض کردم هر فرصت سرمایه گذاری اگر فاندامنتال و بلند مدتش خوب باشه، روی این میخوایم تاکید بکنیم. اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نه که جلسه اولمون رو اینجا متوقف کنیم. تمام مباحث تحلیلی بحث تحلیل تکنیکال رو که میخوایم استارت بزنیم انشاءالله از جلسه آینده با هم دیگه پیش بریم. اگه سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. چه بچه‌های خوبی هستن، اصلا سوال ندارن. خب خیلی عالی. پترول 25% سود داده؟ بله. تازه خبر نداری از پترول. استاد تحلیل سنتیمنتال چیه؟ چشم. تحلیل حالا کباف رو بعدا با هم صحبت میکنیم. کباف خیلی داستانش فرق داره. بچه تحلیل سنتیمنتال یک روش تحلیلی جدیدیه. تقریبا یک بازه زمانی 10 ساله در دنیا شکل گرفته. استاد سیگنال نمیده، نه 10 سال تو دنیا سنتیمنتال شکل گرفته. در واقع دیدگاهش اینه، میگه که فرض کن بازار به 3 دسته کلی تقسیم بشه.
نوشین خانم عجله نکن، همه رو میگیم بچه‌ها، چون تو بازار کار کردن این عددا رو میدونن. تو سنتیمنتال میگه بازار رو 3 بخشش کن، 3 دسته کن همه آدمای بازار که دارن فعالیت میکنن. 1% اینجا، 9% اینجا، 90% اینجا. این 1% صاحب پول اصلیه، پول بزرگ. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، هلدینگ‌ها، آدم‌های بسیار پولدار، همه تو این 1%. اعداد رو 1000 میلیارد داره میچرخه. الان واقعا در بازار سرمایه فعلیمون هم عددا همینه ها، پولا همه پولای بزرگه و عددهای اثرگذاره. یعنی به فرض مثال شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، خگستر، اگر بخواد سهام ایران خودرو رو بفروشه، ایران خودرو به شدت قیمتش میاد پایین، یا اگه بخواد بخره، ایران خودرو به شدت میره بالا، چون پول بسیار بزرگی پشتش. 9% آدم ها، 9% سرمایه گذاران، حالا نگم آدم ها چون ممکنه شرکت ها باشن، ممکنه آدم ها باشن، 9% سرمایه گذاران اصطلاحا میگن پول هوشمند. کارشون چیه؟ این پول هوشمنده کاری به اون چیزایی که تو تلگرام و سایت ها میگن ندارن، ذاتشو دارن میگن. نگاه میکنن رو دست پول بزرگه، الان خگستر داره میره ایران خودرو بخره، پس منم برم بخرم. الان فلان شرکت فلان آدم داره میره فلان کار رو انجام بده، پس منم برم انجام بدم. چون اون پول بزرگه باعث یک حرکت میشه، باعث ایجاد یک رشد قیمتی میشه. متاسفانه یا خوشبختانه 90% آدم ها غیر هوشمندن و همواره در بازار سرمایه ضرر میدن نه سود. زود جوگیر میشن میخرن، زود ناراحت میشن میفروشن. به کیا میفروشن؟ به این دوتا دسته. تو روش تحلیل سنتیمنتال این رو یاد میگیرین که رفتارشناسی بازار رو داشته باشین. الان پول بزرگ کجا داره میره؟ این میشه تحلیل سنتیمنتال. اینم انشالله خدمتتون میگم. خب سوال بچه‌ها؟ سیگنال برای چی میخوای؟ سیگنال خودتون یاد میگیرین سیگنال بسازین. وقتی بتونین خودتون تحلیل درستی از بازار داشته باشین، فرصت سرمایه گذاری رو خوب پیدا بکنین، آقا احسان سیگنال برای چی میخوای؟ خودت بعدا میتونی سیگنال بدی. خب سوال ندارین دوستان؟ ساعت 7 شد، همتون کلاس رفتیم بیرون، سوال ندارین؟ خب تحلیل بازار بفهمین. چی شده؟ من نفهمیدم. فاطمه خانم سوال دارن؟ اشتباه نکنم بفهم. فرید میگه این مدلیه. فرید منظورت چیه این مدلیه؟ خب تحلیل همه بازارها بر اساس این قوانین هست. ببین اگر شما تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال رو کامل یاد بگیرین، همه بازارها رو میتونین یاد بگیرین. چه بازار داخلی باشه، بازار سهام باشه، چه بازارهای بدهی باشه، چه فارکس باشه، چه کریپتوکارنسی هایی مثل بیت کوین و اینا. سه تاشو با هم لازم داری. پترول 25% سود داده اما کباف 16% برای کوتاه مدت. پترول بهتره یا نه؟ الان داری سیگنال میگیری ازم که این چه سوالیه داری میپرسی؟ کباف داره میره اصلاح کنه، پترول شروع حرکتش. ولی این مدلی نمیتونم خیلی سوالتو دقیق جواب بدم، عذر میخوام. ولی فقط همینقدر بدونی کباف الان رفته واسه اصلاح، پترول در بازه کوتاه مدت پترول بهتره، در بازه بلند مدت کباف. در شرایط آزمایشگاهی آره پترول بهتره، ولی در شرایط جنرالی کباف بهتره. بر اساس تکنیکاله دقیقا.
ببین ما تو فاندامنتال یاد میگیریم چی خوبه چی بده، تو تکنیکال یاد میگیریم کی ورود کنیم، رو چه قیمتی ورود کنیم، رو سنتیمنتال یاد میگیریم که آیا این حرکتی که داریم انجام میدیم پول بزرگم پشتش هست یا نیست. بله بازار فارکس هم خدمتتون آشنایی شده میگم. تحلیل رو یاد بگیریم فرقی نداره بازار چی باشه، شما به صورت جنرال یاد میگیریم. من اصلا تاکید عرض کردم در هیچ بازاری نداری، همه بازارها رو خدمتتون میگم، یاد بگیریم بتونین توش کار بکنیم. خب سوالی نیست دوستان؟ سلامت بشین دوستان. فقط لطفاً بازم تاکید میکنم حتما نرم افزار رو برای جلسه آینده نصب بکنین رو سیستمتون. اگه سوالی بود تو گروه بفرستین، یا خود من یا خانم مهری که پشتیبانتون هستن خدمتتون آموزش میدن. نه نرم افزار آمی بروکر هست، فایلش رو براتون فرستادم. لطفا اینو نصب بکنین برای جلسه بعدی که خدمتتون هستم. شما کار با نرم افزار ندارین، من بیشتر درس میدم، ولی برای جلسه هفته آینده دوشنبه که خدمتتون هستم بچه تمرین بهتون میدم. باید نرم افزار رو روی سیستمتون نصب کرده باشین، تمرین ها رو انجام بدین چون باید یاد بگیرین. بسیار عالی. من نفهمیدم. ممنون استاد، خسته نباشین، سلامت باشین. لینک میدیم دوباره. اوکی مهندس هاشمی خسته نباشین آقای دکتر. کلاس جلسه بعدیمون شنبه هستش، چون روز شنبه و دوشنبه داریم. بله عرض کردم شنبه من درس میدم، دوشنبه ولی تمرین دارم بچه‌ها. بله. اوکی. حتما جلسه بعدی نصب کنن که شروع کنن تمرین کردن و مباحث رو ان شاءالله با هم دیگه پیش ببریم. خیلی ممنون از شما، خسته نباشید. سلامت باشی، شما هم خسته نباشید. متشکرم.